سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب ببینید در قسمت استیتمنت خانی یه سری آیتم داره اون بالا که شما آیتم ها رو میدونید، مثل تیکت، اوپن تایم، تایپ، سایز، آیتم، پرایس، SLTP، کلوز تایم، تایمی که پوزیشنتون رو میبندید و در قیمتی که پوزیشنتون رو میبندید. اما خب یه سری آیتم ها هستن، دو تا آیتم هست داخل این بخش که شما ممکنه براتون سوال باشه. یکی بحث تکسس هستش و یکی بحث سواب هستش. تکسس که در واقع همون مالیات هستش که از پوزیشن ها به شما تعلق میگیره که خدا رو شکر فعلا برای ما همچین گزینه‌ای فعال نیست. اما بحث سواب چیه؟ ببینید دوستان، سواب در واقع همون بهره شبانه است که چی؟ زمانی که شما عرض کنم به خدمتتون که معاملتون بیشتر از 24 ساعت باز باشه، این بهره شبانه بهش تعلق میگیره. خب بهره شبانه در واقع هزینه تمدید قرارداد اون معامله شماست برای روز بعدی. خب نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید اینه که همه روزهای هفته روال عادی سوابش طی میشه. مثلا شما هر نسبت به حجمتون، هر حجمی که شما وارد معامله شده باشید، این سوابتون فرق میکنه. در واقع هر چقدر حجمتون بیشتر باشه، خب اون بهره شبانه بیشتر میشه. اما نکته‌ای که هست اینه که باید در نظر داشته باشید که آخرین روز معاملاتی ما بهره شبانه‌مون در واقع همون سواب ما 3 برابر محاسبه میشه. چرا؟ چون هم اون روز خودش هستش و هم 2 روز تعطیلی که در پیش رو دارین رو میاد برای شما در نظر میگیره. پس بهترین راه و بهترین حالت اینه که شما پوزیشن هاتون رو سعی کنید نذارید به هفته بعدی برسه. اما نکته که هست اینه که ببینید دوستان، بروکرها هستن، بروکرهایی که با کاربرهای ایرانی کار میکنن میدونن که سواب و بهره شبانه یک سریا غیر شرعی میدونن. پس چیکار میکنن؟ میان حسابهای عادیشون رو تبدیل میکنن به حسابهای اسلامی و شما بهره شبانه بهتون تعلق نمیگیره. امیدوارم که موفق و سربلند باشید.